میانه قرن 20 میلادی اخترفیزیکدانی یهودی تبار در اوج روزهای جنگ سرد تصمیم گرفت تاریخ بشر را بازخوانی کند. چطور یک کهنه سرباز نیروی هوایی آمریکا از دل محاسبات کیهانی به انسانی رسید که او را فرابشری می‌خواندند. فتروس مدیا به مناسبت 1500مین سالگرد میلاد پیامبر اسلام این بار نه در بیابان‌های حجاز که در خیابان‌های نیویورک به دنبال رد پای آخرین فرستاده الهی می‌گردند. آیا یک اخترشناس آمریکایی می‌تواند نقطه آغاز تازه‌ای برای روایت محمد باشد؟ در سال 1609 میلادی هنری هاتسون دریانورد انگلیسی با مأموریتی از سوی کمپانی هلندی هند شرقی به سواحل آمریکا رسید و از ظرفیت بالای تجاری و جغرافیایی این سرزمین گزارشی را ارائه داد. 15 سال بعد هلندی‌ها نخستین مهاجران خود را به این منطقه فرستادند و مستعمره‌ای جدید به نام نیو آمستردام بنا کردند. اما در 1664 میلادی ناوگان بریتانیا بدون شلیک حتی یک گلوله این مستعمره را تصرف کرد و نام آن را به نیویورک تغییر داد. طولی نکشید که شهر نیویورک به یکی از مراکز مهاجرت و تجارت بدل شد و در سده‌های بعد نقشی کلیدی در شکلگیری ایالات متحده آمریکا ایفا کرد. 3 قرن بعد در همین شهر فرزندی متولد شد که بعدها با یکی از جنجالی ترین آثار قرن 20 نامش در تاریخ ثبت شد. مایکل اچ هارت، متولد 28 آوریل 1932. دوران کودکی او در سالهایی سپری شد که آمریکا هنوز از پیامدهای رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم رها نشده بود و همزمان به درون فضای پرتنش جنگ سرد قدم می‌گذاشت. مایکل هارت در همین دوران پر التهاب مسیر دانشگاهیش را آغاز کرد. ریاضیات را در دانشگاه کرنل خواند، سپس در دانشگاه آدلفی به تحصیل فیزیک پرداخت و برای تخصص در اخترفیزیک راهی دانشگاه پرینستون شد. اما میان این مسیر علمی رویدادی متفاوت بر زندگی او سایه انداخت: خدمت در نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، تجربه‌ای که او بعدها از آن به عنوان یکی از جدی‌ترین مواجهه‌هایش با نظم، استراتژی و ساختار نوین فرماندهی یاد می‌کند. پس از پایان خدمت نظامی مطالعات خود را در حوزه نجوم و تاریخ ادامه داد. علاقه‌اش به پرسش‌هایی مانند منشأ حیات، تمدن‌های فرازمینی و تأثیر افراد بزرگ بر تاریخ بشر او را به مسیر پژوهش‌های میان رشته‌ای کشاند. On the 50th anniversary of the Nobel Foundation, King Gustav and Queen Louise of Sweden arrived for the presentation of the Nobel Prizes to 8 winners. Of course, we knew that atomic energy was potentially capable also of peaceful applications. انریکو فرمی دانشمند ایتالیایی و برجسته ترین فیزیکدان قرن 20 بود که به خاطر دستاوردهایش در فیزیک هسته‌ای، نظریه کوانتوم و آمار شهرتی جهانی یافت. او نخستین راکتور هسته‌ای جهان را در سال 1942 در آمریکا ساخت و از پایه‌گذاران پروژه بمب اتمی بود. فرمی در حوزه کیهانشناسی نیز پرسشی بنیادی مطرح کرد که به نام پارادوکس فرمی شناخته شد. اگر حیات فرازمینی وجود دارد، پس چرا تاکنون هیچ نشانه‌ای از آن ندیده ایم؟
هارت در سال 1975 با ارائه نظریه‌ای درباره تناقض پارادوکس فرمی به همراه فرانک جنینگز تیپلر نظریه‌ای را مطرح کرد که به نام استدلال هارت تیپلر شناخته می شود. در نظر هارت ساده ترین پاسخ این است که تمدن‌های هوشمند دیگر اصلاً وجود ندارند. حداقل در کهکشان ما اگر حتی یک تمدن پیشرفته وجود داشت که بتواند به سفرهای بین ستاره‌ای دست یابد، باید تاکنون آثار آن را مشاهده می‌کردیم، چرا که چنین تمدنی در زمان نسبتاً کوتاهی می‌توانست کهکشان را بپیماید. پس اگر هیچ اثری نیست، نتیجه آن است که هیچ کس دیگری نیست. اما در کنار این نگاه کیهانی، پرسشی انسانی تر ذهنش را مشغول کرده بود: نقش انسانها در تاریخ. او به جای تکیه بر روایت‌های دینی یا ارزش‌گذاری اخلاقی، معیاری آماری و تطبیقی برگزید. معیارهای او روشن بود: گستره و ماندگاری تأثیر یک فرد، نقش مستقیم او در رخدادها و میزان اثرگذاری فراتر از زمان و مکان. نتیجه این پژوهش‌ها در قالب کتابی منتشر شد که شهرتی جهانی را برای او به ارمغان آورد: 100 نفر، رتبه‌بندی تأثیرگذارترین اشخاص در تاریخ. در مورد مایکل اچ هارت یه نکته عرض کنم که خب ایشون در واقع یهودی بوده و یه نگاه منصفانه‌ای به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته. عمده مستشرقین یهودی اینطوری نبودن و نگاه‌های به دور از انصاف و نگاه‌های خیلی شدید و ضد با اون حضرت داشتن. نتیجه مطالعات مایکل جوان به سرعت به یکی از آثار بحث برانگیز قرن تبدیل شد. هارت در مقدمه کتاب تصریح کرد که انتخاب‌ها صرفاً بر پایه تأثیرگذاری تاریخی صورت گرفتند. با چنین معیاری فهرست او چهره‌هایی چون نیوتن، عیسی، بودا، انیشتین و کنفوسیوس را در بر می‌گرفت. اما در صدر این فهرست تنها یک نام قرار داشت: محمد ابن عبدالله. این انتخاب به ویژه از سوی کسی با پیشینه علمی و غیر دینی واکنش‌های زیادی را برانگیخت. مایکل هارت در فصل اول کتاب خود که به محمد اختصاص دارد با لحنی علمی و بی‌پرده می‌نویسد: انتخاب من برای قرار دادن محمد در صدر فهرست تأثیرگذارترین افراد جهان ممکن است برخی خوانندگان را شگفت زده کند یا حتی مورد سؤال قرار گیرد، اما او تنها فردی در تاریخ بود که در هر دو سطح مذهبی و دنیوی به طرزی مطلقاً موفق عمل کرد. از تبار ساده‌ای برخاسته، محمد یکی از بزرگترین ادیان جهان را بنیان نهاد و آن را تبلیغ کرد و به رهبر سیاسی بسیار مؤثری تبدیل شد. در روایت زندگی حضرت محمد، هارت بر تفاوت‌های آشکاری تأکید می‌کند که او را از سایر چهره‌های تاریخ متمایز می‌سازد. از محل تولدش در حاشیه تمدن آن زمان تا شرایط دشوار کودکی و موقعیت اجتماعی پیش از بعثت، او با اشاره به این زمینه‌ها این چنین قدم می‌زند: اکثر افراد حاضر در این کتاب در مراکز تمدن، فرهنگ یا حکومت زاده و پرورش یافتند. اما محمد در سال 570 میلادی در شهر مکه واقع در جنوب عربستان که در آن زمان منطقه‌ای عقب افتاده و دور از مراکز هنر، تجارت و دانش بود، متولد شد. او در 6 سالگی یتیم شد و در شرایطی بسیار ساده بزرگ شد. روایت‌های اسلامی می‌گویند او بی‌سواد بود. وضعیت اقتصادیش در 25 سالگی و با ازدواج با یک بیوه ثروتمند بهبود یافت
اما تا پیش از 40 سالگی هیچ نشانه بیرونی از نقش تاریخی او دیده نمی‌شد. بزرگترین و موفقترین تمدن بشری رو ایجاد کرد. یعنی همین تمدن جهان اسلام ریشه در تعالیم ایشون داره. در واقع پیامبر مؤسس این تمدن. این به این معنا نیست که تمدن در روزگار خود ایشون هم ظهور کرد، چون یه فرهنگ تا نهادینه بشه و از دل اون فرهنگ نهادینه مولد یه تمدن بیرون بیاد، کم کم 200 سال زمان میبره. ولی این منافات نداره که پیامبر این تمدن رو تأسیس کرد. و از حیث جغرافیایی شما نگاه کنید، از مرزهای چین تا اسپانیا، از یمن تا گرجستان و ارمنستان، این وسعت در واقع تمدن جهان اسلام از حیث دستاوردها هم خود تمدن غرب بعضاً بزرگانش معترفند که ریشه در تمدن جهان اسلام داره. این رو مثلا مونتگومری وات میگه، خانم زیگریت هونکه آلمانی میگه که غرب امروز برگرفته از دستاوردهای علمی مسلمانان است. با این حال هارت در روایت خود از زندگی پیامبر از منابع تاریخی غربی بهره گرفت و در برخی جزئیات با روایات اسلامی اختلاف داشت. او احتمال داد که آشنایی پیامبر با مفهوم توحید از طریق یهودیان و مسیحیان مکه شکل گرفته باشد، در حالی که مسلمانان این شناخت را الهام الهی می‌دانند. افزون بر این، او قرآن را مجموعه ای از سخنان پیامبر دانست و آن را تألیف شخصی او خواند، دیدگاهی که با باور مسلمانان درباره وحیانی بودن قرآن در تضاد است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که هرچند هارت با نگاهی علمی و آماری به تحلیل تأثیر پیامبر پرداخته، اما روایت او در بخش‌هایی مبتنی بر قرائت‌های تاریخی خاص غرب یا برداشت‌های رایج میان مورخان غیر اسلامی و نیاز به یک بازخوانی انتقادی دارد. نگاه منفی که در آثار شرق‌شناسان غربی به اسلام و بزرگان اسلام هست، از جمله پیامبر اکرم، یکی در تاریخ خود شرق‌شناسی ریشه داره که با انگیزه های ضد اسلامی و در حمایت از کلیسا ایجاد شده. یا عامل دیگرش این که شرق‌شناسان عمدتاً با اهل تسنن و آثار اونها مواجه شدن و تعاملشون بیشتر با اونا بوده. یعنی در مناطقی که نزدیک به غرب بوده، مثلا اندلس، مصر، با اقلیتی از شیعیان اسماعیلیه فقط مواجه شده بودن. درک درستی از مذهب شیعه اثناعشری نداشتن. در منابع اهل سنت متاسفانه مطالبی هست که شخصیت پیامبر رو پایین‌تر از شأن خودش میاره. دلیلش به نظر من اینه که چون خلفایی که جای ایشون اومدن نمیتونستن که خودشون رو در حد پیامبر بالا ببرن، لذا پیامبر رو پایین آوردن و پیامبر رو تحریف کردن. اما همزمان در تحلیل نهایی هارت بر ویژگی تأکید کرد که محمد را از دیگر چهره‌های تاریخ متمایز می‌ساخت. او نه فقط پیام‌آور ایمان بود، بلکه قانونگذار، رهبر سیاسی و بنیانگذار جامعه‌ای نوین نیز بود. در حالی که عیسی و بودا آموزه‌های معنوی آوردند، اما سازمان اجتماعی مستقلی نساختند و نیوتن یا انیشتین تحولات علمی پدید آوردند، اما نقشی در سیاست نداشتند، محمد همزمان آموزگار دین، رهبر اجتماعی و سازمان دهنده یک نظام سیاسی بود. به باور هارت، راز ماندگاری تأثیر او در همین جامعیت نهفته است. از نگاه هارت، انسجام جامعه اسلامی و قدرتی که بعدها در فتوحات نمایان شد، نتیجه رهبری مستقیم پیامبر بود.
هرچند برخی مورخان غربی این گسترش را با مفاهیمی چون سلطه طلبی توضیح داده‌اند، هارت تأکید داشت که محرک اصلی فتوحات تعالیم رحمانی اسلام و انسجام درونی جامعه مسلمانان بود. هارت در ادامه تحلیل خود به مقایسه‌ای سرنوشت‌ساز میان محمد و دیگر شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ به ویژه عیسی مسیح می‌پردازد و در این مسیر پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد. چگونه می‌توان تأثیر کلی محمد بر تاریخ بشر را ارزیابی کرد؟ مانند همه ادیان، اسلام تأثیر عظیمی بر زندگی پیروانش داشته است. به همین دلیل بنیانگذاران ادیان بزرگ در این کتاب حضوری برجسته دارند. با اینکه تعداد مسیحیان 2 برابر مسلمانان است، ممکن است در ابتدا عجیب باشد که محمد تأثیر بیشتری از عیسی داشت. 2 دلیل اصلی برای این تصمیم وجود دارند. اول، محمد نقش بسیار مهمتری در توسعه اسلام داشت تا عیسی در توسعه مسیحیت. عیسی مسئول اصول اخلاقی مسیحیت بود، اما سنت پاول بود که الهیات مسیحی را شکل داد. دوم، محمد مسئول هم الهیات اسلام و هم اصول اخلاقی و معنوی آن بود. علاوه بر آن، نقش کلیدی در تبلیغ دین جدید ایفا کرد و مناسک دینی اسلام را بنا نهاد. همچنین مؤلف قرآن است، مجموعه ای از گفته‌های محمد که به اعتقاد او وحی شده بود. بیشتر این گفته‌ها در زمان زندگیش به طور نسبتاً دقیق ثبت شدند و پس از وفات در قالبی معتبر گردآوری شدند، قرآن. بنابراین قرآن نماینده نزدیک اندیشه‌ها و تعالیم محمد است، تا حد زیادی سخنان دقیق اوست. خب این تصویری که ازشون به عنوان یک رهبر سیاسی میدن و قانونگذار و اینها، تا این مثبت در کاراشون و به نظرم اونها چون نگاه تمدنی داشتن اینها رو دیدن و ما ندیدیم. در روایت غربی ها شخصیت اخلاقی و معنوی پیامبر کمتر دیده شده، چون اونهایی که ایشون رو به عنوان رقیب خودشون فرض کردن، یعنی مسیحیان و دستگاه کلیسا، میخواستن در واقع با اسلام مبارزه کنن، وارد این فضاها شدن که ایشون اومده یه دین جدید مطرح کرده، میخواسته جلوی مسیحیت قد علم کنه، چنین و چنین، و یا نگاه سیاسی به پیغمبر کردن. پیغمبر کسیه که دینی رو آورد که این دین اومد فتوحات کرد و مثلا مناطق زیادی رو گرفت و تا اسپانیا رسید و برای ما شاخوشونه کشیدن و چنین و چنین. در همه نگاه هایی که عرض کردم، اون چه که مقبول واقع شد و کمتر دیده شد شخصیت معنوی و اخلاقی پیامبر بود و اون چیزی که روی قلب انسان ها در واقع تأثیر میگذاشت و کسانی که در خود غرب اومدن و منتقد اون نگاه ها بودن به این جنبه ها توجه کردن. امثال جان دیونپورت که کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن رو می‌نویسه، یا امثال توماس کارلایل، یا امثال مایکل هارت و دیگران. مایکل هارت با همه نگاه انتقادیش سرانجام در برابر حقیقتی ایستاد که راهی جز پذیرش نداشت. محمد نه فقط پیام آور بود که جهانی نو ساخت، جهانی که قرن‌هاست ایستاده و می‌تپد. وقتی قلمش را بر کاغذ گذاشت و نام او را در صدر تاریخ نشاند، گویی اعتراف کرد داستان بشر را نمیتوان بی نام محمد روایت کرد. بسیار ستارگانی بودند که در یک آسمان درخشیدند و خاموش شدند، اما او خورشیدی است که هنوز بر زندگی میلیون‌ها انسان میتابد و از دید هارت اگر تاریخ تنها یک نام را بشناسد، آن نام بی تردید محمد است.